سلام دوستان، خوش اومدید به چنل لگو فورتنایت. امروز اومدیم با آموزش به دست آوردن چوب های فروستپین یا همون چوب های اپیک بنفش که چطور به دست میاد و چطور میتونید ازش استفاده کنید. برای به دست آوردن این چوب شما باید به بایوم فاروستلند سفر کنید که در منطقه زمستانی بازی قرار داره، در بایوم زمستان، که این قسمت های تقریبا متمایل به سفید رنگ در نقشه قسمت های زمستانی بازی هستند که با یک مقدار گشت و گذار میتونید تمامی این قسمت ها رو باز کنید. و چون یک نوع چوب اپیک هست شما نمیتوانید با تبر معمولی یا تبر ریر این چوب رو به دست بیارید و باید تبر اپیک به دست بیارید. برای به دست آوردن تبر اپیک شما اول احتیاج دارید که کرافتینگ بنچ خودتون رو آپگرید کرده باشید که بتونید تبر اپیک بسازید. برای آپگرید آخری که به تبر اپیک میرسه شما احتیاج به 15 تا کوپر بار، 25 تا ابسیدین اسلب و یک دونه بروت اسکال نیاز دارید که آموزش به دست آوردن تک تکشون رو واسهتون میذارم که ببینید و متوجه منظورم بشید. برای ساخت خود تبر اپیک شما احتیاج به 3 تا کوپر بار و 3 تا کنوتروترود دارید. و وقتی تبر اپیک رو ساختید که من آماده دارم، بذاریم بردارم. وقتی که تبر اپیکتون رو ساختید باید به منطقه زمستونی بازی سفر کنید، ولی قبلش یک اقداماتی هم داره. مبارزه با دمای بسیار سرد که میتونه به شما دمیج خیلی زیادی بزنه و حتی منجر به کشته شدنتون بشه. شما میتونید از طلسم هایی استفاده کنید که شما رو در برابر سرمای بایوم کمک کنه، مثل طلسم آتش درونی. این طلسم که در قسمت چارم هست به اسم اینر فایر چارم. این طلسم ما اگه بسازین شما رو در برابر سرما میتونه مقاوم کنه. و برای ساخت این طلسم شما به 3 تا نخ پشمی یا همون وول، 5 تا کاتروبی یا یاقوت برش خورده، 3 تا بلستکور یا از این قلتکی هایی که روشون بمب هست که بهتون میگم کجا و چه جوری باید بردارید، و 8 تا برکور احتیاج دارید که اینو بتونیم بسازیم و شما رو در برابر سرما مقاوم کنه. از طرفی چون که ساختش واسه شما میتونه که دردسر داشته باشه و سخت باشه، شما میتونید از غذاهایی هم استفاده کنید که شما رو در برابر سرما مقاوم کنه. در منطقه کویری بازی تعداد زیادی میتونید فلفل جمع آوری کنید. خوردن غذاهای تند شما رو در برابر سرما میتونه مقاوم کنه. از طرفی با ساختن غذاهایی مثل برگر شما میتونید 10 دقیقه بدنتون رو در مقابل سرما حفظ کنید و خیلی به کارتون میاد. برای به دست آوردن فروستپین رود یا همون میله های چوبی اپیک شما فقط احتیاج دارید که یک دستگاه لامبر میل بسازید که خیلی ساده است ساختش. به 8 چوب و 15 تا گرانیت نیاز داره. به سادگی تمام واردش میشید
و بعد به دست آوردن چوب این قسمت براتون باز میشه. میتونید راحت کلیک کنید و تبدیل کنید چوب هایی که جمع کردید و به اندازه نیازتون. خب حالا ما به قسمت زمستانی بازی سفر میکنیم که ببینید چطور میشه از اون چوب ها استفاده کرد. فقط برای سفر آمادگی کامل داشته باشید، سلاحتون همراهتون باشه چون احتمال داره سفر سختی باشه و در حین سفر مبارزه یا هر چیز دیگه ای رو داشته باشید. همینطور که میبینید به راحتی شما وارد منطقه کوهستانی میشید و درخت های کاجی که روشون برف نشسته رو با تبر اپیکتون میتونید نابود کنید و چوبش رو بردارید. همونطور که میبینید چوب های اپیک رو میتونیم از اینجا برداریم. چوب های فروست پین. یک درخت دیگه هم قطع کنیم. ببینید وقتی به قسمت زمستانی اومدید اسنوبری ها حتما برداشت کنید به اندازه، چون که وقتی وارد قسمت بیابانی بازی میشید میتونه بدن شما نجات بده و خنک نگه داره. همونطور که میبینید الان با خوردنش این قسمت 2 دقیقه بدن منو در مقابل گرما میتونه محافظت کنه. امیدوارم که از این کلیپ خوشتون اومده باشه. بازم آموزش های همه چی رو واسهتون میذاریم. امیدوارم که ما رو حمایت کنید، سابسکرایب کنید، به ما انگیزه بدید تا کلیپ های بیشتری رو واسهتون بسازیم.